سومین نکته که خیلی خیلی نکته جالب هست، این بیماری رو رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش بینی کردن 1400 سال قبل. تمام دانشمندان به اتفاق، متخصصین و حتی اقلیم شناسان تو میدون آمدن میگن که علت شیوع این بیماری استفاده از گوشت حیوانات وحشی بوده. در یک بازار غذا حیوانات وحشی سرو میشده اونجا و صرف میشده، بعد اینها گوشت خفاش و مار و مارمولک و هر جک و جونوری سرو میشه، هر نوع حیوانی اونجا دیگه آزادی از خوک و همه خرس و اصلا براشون دیگه چیزی به عنوان حرام وجود نداره. 1400 سال قبل رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم از ابن عباس رضی الله عنه روایت میکند که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن كل ذی ناب من السبع و عن كل ذی مخلب من الطیر. این حدیث صحیح است. رسول الله صلی الله علیه و سلم از خوردن گوشت حیوانات وحشی که دارای نیشن و پرندگانی که دارای چنگالن، پرندگان وحشی، پرندگانی که دارای چنگالن و حیواناتی که دارای نیشن درندن، پیامبر خدا منع کردن. اینها اومدن گفتن که چرا اصلا؟ برای چی؟ علتش چیه؟ حالا جالب اینجاست درس هم نمیگیرن. ویروس ابولا هم از همین حیوانات وحشی آمد. ویروس سارس هم از اون آمد. درس نگرفتن، خدای متعال امروز این ویروس آورد که همین الان فعالان اجتماعی در چین خواستار ممنوعیت فروش حیوانات وحشی شدن. همشون که آقا جلوی فروش این حیوانات رو بگیرید، چون اکوسیستم این حیوانات با انسان دمخور نیست. اگر اسلام اومده گاو، گوسفند و شتر رو و مرغ رو برای انسان حلال قرار داده، صحبت جالب میکردی که از دانشمندانی که مسلمان نبود امروز من شنیدم میگفت که عجیب است، طی تحقیقات علمی مشخص کردن که اکوسیستم گوشت این حیوانات با انسان موافق هست و اسلام 1400 سال اینها رو حلال قرار داده. 1400 سال قبل. غیر از این بقیه حیوانات با انسان سازگار نیست.